بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنان شما برای شما همچون کشتزارند. به کشتزار خود به هر کیفیتی که می‌خواهید بیایید، یعنی به هر کیفیتی که می‌خواهید با زن خیش عمل جنسی انجام دهید و برای خیش از پیش توشه بفرستید. از خدا بترسید و بدانید که شما واقعا در روز رستاخیز او را دیدنی هستید و مؤمنان را بشارت بدید. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. نام خدا را در سوگندهای خیش بهانه برای اجتناب از نیکوکاری، پرهیزگاری یا اصلاح میان مردم مگردانید و خداوند شنوا و داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. خداوند شما را به سوگندهای غیر قصدی شما نمیگیرد، بلکه شما را به اساس نیت دلهای شما میگیرد و خداوند آمرزگار و صاحب حلم است. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که از نزدیک شدن با زنان خود سوگند میخورند انتظار 4 ماه دستور داده شده است. اگر ایشان راجعت کردند سپس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. و اگر قصد طلاق کردند سپس خداوند واقعا شنوا و داناست.